برای درک اینکه جنگ احتمالی بین ایران و ایالات متحده در سال 2026 چطور پیش می‌رود، اول باید یک تصور غلط را کنار بگذاریم. جنگ مدرن شبیه فیلم‌های هالیوودی نیست. نبرد اصلی دیگر سربازها در سنگر نیستند. جنگ امروز جنگ داده‌ها، سیگنال‌ها، اقتصاد و لوجستیک است. ما در فوریه 2026 هستیم. چند ماه بعد از درگیری محدود اما مهم سال 2025. در همین لحظه دیپلمات‌ها در هتل‌های لوکس مسقط پشت درهای بسته مذاکره می‌کنند. اما اگر از میز مذاکره فاصله بگیریم و به نقشه نظامی منطقه نگاه کنیم، با یکی از متراکم‌ترین آرایش‌های نظامی دهه‌های اخیر روبرو می‌شویم. در یک سمت میدان آمریکا قرار دارد. دکترین آمریکا برتری سریع و فلج کننده است. ناوهای هواپیمابر، زیردریایی‌های هسته‌ای و شبکه‌ای از پایگاه‌های هوایی منطقه‌ای. اما نکته اصلی تعداد نیرو نیست، کیفیت آنهاست. جنگنده‌های نسل پنجم، سامانه‌های پدافندی پیشرفته و شبکه اطلاعاتی ماهواره‌ای یک چتر عملیاتی ایجاد کردند که هدف آن یک چیز است: فلج کردن سیستم دفاعی ایران در ساعات اولیه جنگ. در سمت مقابل ایران قرار دارد. کشوری که دکترین نظامی خود را به سمت بازدارندگی تهاجمی تغییر داده است. یعنی منتظر ضربه نمی‌ماند، بلکه پاسخ فوری و گسترده می‌دهد. شبکه‌ای از پایگاه‌های موشکی زیرزمینی، پرتابگرهای متحرک و هزاران پهپاد ارزان قیمت. منطق نظامی ایران ساده است: اشباع پدافند دشمن با حجم بالا. در واقع ما با برخورد دو فلسفه جنگی متفاوت روبرو هستیم: برتری تکنولوژی در برابر برتری کمیت و جغرافیا. اگر مذاکرات شکست بخورد، جنگ احتمالاً با سکوت آغاز می شود، نه انفجار. مرحله اول حمله سایبری و جنگ الکترونیک است. هدف کور کردن رادارها و ارتباطات. سپس موج موشک‌های کروز از دریا شلیک می شود. اهداف احتمالی شامل تأسیسات هسته‌ای، پایگاه‌های موشکی، مراکز فرماندهی و فرماندهان ارشد است. اما این فقط آغاز ماجراست. ایران سالها برای چنین سناریویی آماده شده است. در همان ساعات اولیه پاسخ متقابل آغاز می شود. موشک‌های بالستیک و هزاران پهپاد به سمت پایگاه‌های آمریکا در منطقه شلیک می شوند. منطق اقتصادی اینجا مهم است. یک پهپاد ارزان می تواند دشمن را مجبور کند موشک دفاعی میلیون دلاری شلیک کند. وقتی ذخیره پدافند کاهش یابد، موشک‌های سنگین‌تر عبور می کنند. در این مرحله هیچ کس برنده نیست، فقط سطح خسارت افزایش می‌یابد. سناریوی حمله زمینی تقریباً غیر واقعی است. وسعت جغرافیایی ایران و تعداد نیروهای انسانی چنین عملیاتی را به جنگی فرسایشی تبدیل می‌کند که هزینه سیاسی و انسانی عظیمی دارد. نیروهای آمریکا در منطقه بیشتر نقش سپر دفاعی دارند تا ارتش اشغالگر. وظیفه اصلی آنها حفظ پایگاه‌ها و خطوط لوجستیکی است. در همین زمان احتمال ورود اسرائیل بسیار بالا می رود، زیرا اسرائیل می داند که در صورت گسترش جنگ خودش نیز هدف خواهد بود. نتیجه تبادل موشکی مستقیم بین ایران و اسرائیل است. شهرها وارد وضعیت اضطراری می شوند، پناهگاه‌ها پر می شوند و زیرساخت‌های حیاتی در خطر قرار می گیرند. ایران تلاش می کند با حجم آتش بالا پدافند اسرائیل را اشباع کند. اسرائیل تلاش می کند با حملات دقیق توان موشکی ایران را نابود کند. این یک دوئل بین تکنولوژی و جغرافیا است. اما خطرناکترین مرحله هنوز باقی مانده است: تنگه هرمز. بستن این گذرگاه برای ایران تصمیمی بسیار پرهزینه است، زیرا اقتصاد جهانی و حتی شرکای تجاری خودش آسیب می‌بینند. اما اگر موجودیت کشور در خطر جدی قرار گیرد، این گزینه می‌تواند فعال شود. همزمان احتمال ناامن شدن مسیرهای دریایی دیگر نیز وجود دارد که می‌تواند تجارت جهانی را مختل کند و قیمت انرژی را به شدت افزایش دهد. در داخل ایران نیز شرایط پیچیده می‌شود: قطع ارتباطات، فشار اقتصادی و نااطمینانی اجتماعی. برخی تحلیلگران معتقدند جنگ می‌تواند نارضایتی داخلی را تشدید کند، اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد که حمله خارجی اغلب باعث همبستگی ملی می‌شود. در سطح منطقه، گروه‌های همپیمان ایران نیز می‌توانند وارد درگیری شوند و جبهه‌های جدیدی ایجاد کنند که تمرکز نظامی آمریکا را تقسیم می‌کند. در سطح جهانی، قدرت‌هایی مانند روسیه و چین احتمالاً وارد جنگ مستقیم نمی‌شوند،
اما حمایت سیاسی، اطلاعاتی و اقتصادی میتواند ارائه شود. در نهایت سوال اصلی باقی میماند. برنده چه کسی است؟ واقعیت تلخ این است که چنین جنگی برنده نظامی مشخصی ندارد. آمریکا ممکن است خسارت سنگینی وارد کند، اما اشغال ایران تقریباً غیر ممکن است. ایران نیز میتواند هزینه‌های منطقه‌ای و اقتصادی عظیمی ایجاد کند، اما شکست کامل آمریکا واقع بینانه نیست. بنابراین محتمل‌ترین سناریو دوره‌ای از حملات شدید، خسارت گسترده و در نهایت بازگشت اجباری همه طرف‌ها به مذاکره است. مذاکره‌ای که روی میز آن خاکستر شهرها و خاطره قربانیان قرار دارد. جنگ 2026 اگر رخ دهد، جنگی نخواهد بود که در آن پرچمی بالا برود. جنگی خواهد بود که فقط فهرست قربانیان را طولانی‌تر می‌کند.